از افغانای عزیز باید تشکر کرد تو این وضعیت. من با افتخار به عنوان یک ایرانی پرچم افغانستان رو میگیرم بالا و به ملت عزیز افغانستان میگم دم شما گرم، دم شما گرم ملت افغانستان. به هیچ وجه من یادم نمیره شما چقدر پشت ما بودین. به هیچ وجه من یادم نمیره. شما با افتخار پرچم ایران اسلامی رو میگیریم بالا، من با افتخار با تمام این پرچم عزیز افغانستان رو میگیرم بالا و همیشه این کار رو میکنم. به هراتیای عزیز که داعش کثیف اومد باز کلی خون ریخته شد، ولی حرف هرات هم میزنیم. هرات تسلیت، افغانستان تسلیت. افغان ها خیلی شهید دادن تو همین جنگ ایران، تو خود افغانستان. افغان ها الان این همه سال زجر کشیدن، همین به خاطر همین آمریکا دیگه. ما داریم ضد کی اینجا تظاهرات میکنیم؟ همین آمریکا و اسرائیل. کی باعث این همه خون ریزی در افغانستان شد؟ آمریکا و اسرائیل. یعنی موقعی که ما پرچم ایران و لبنان و همه کشورها میگیریم بالا، همینطور پرچم افغانستان رو میگیریم بالا. اگرم بالا نگیریم افغانستان همیشه تو دل ماست. من به عنوان ایرانی بهتون میگم افغانای عزیز، آخرین گپامو به قول شما بزنم، والله بالله تالله تا آخرین روز من پشت افغانای عزیز هستم، با افتخارم میگم.